دمت گرم که الان داری این ویدیو رو نگاه میکنی. از همینجا بهت سلام میکنم و امیدوارم که حالت خیلی خیلی خوب باشه. موضوع امروز یک موضوع خیلی عجیب غریبه. در مورد یک فرمولی میخوام صحبت کنم که میتونه تا حدودی جواب خیلی از سوالایی که تو ذهن ما هستش رو بده. سوالاتی در مورد این که آیا ما در این دنیا تنها هستیم؟ آیا کسای دیگه‌ای هم به جز ما داخل این کهکشان بی این بزرگی یا حتی داخل کیهان ما کسای دیگه هم هستن؟ آیا تمدن‌های هوشمند درون این جهان بی این بزرگی وجود داره یا ما تنها هستیم؟ اگه وجود دارن اونا چه تعداد هستن؟ یه دونه هستن یا چندین هزار؟ برای فهمیدن این سوال بیاین با همدیگه اول بریم به 80 سال پیش. بریم و داستان یه پسری رو با هم بررسی کنیم که این فرمول رو کشف کرد. اسم این پسر فرانک بود. فرانک همیشه رویای حیات رو در ذهن خودش داشت. با بقیه پسر بچه‌ها فرق میکرد و به چیزایی فکر میکرد که اونا فکر نمیکردن. اون با خودش در مورد این موضوع زیاد فکر میکرد و همیشه از پدرش هم در مورد این موضوع سوال میکرد و میگفت که پدر، به نظرت موجوداتی دیگه‌ای هستن که بیرون از این جایی که ما داریم زندگی میکنیم داخل سیاره‌های دیگه اونجا زندگی بکنن؟ پدرش کمی فکر میکرد و میگفت معلومه پسرم، معلومه که هستن، اما اینکه اونا شبیه ما باشن و مثل ما رفتار کنن فکر نمی کنم که اینطوری باشه، اما امکان وجود اونا باید باشه. فرانک از شنیدن این کلمات جادویی که باباش بهش میگفت ذوق میکرد و بدو میرفت سمت اتاق و از داخل کتابخونه خودش اون کتاب مصورش رو بر میداشت و اونو باز میکرد. شروع میکرد به صفحه زدن اون. صفحه ها رو پشت همدیگه یکی یکی رد میکرد تا اینکه به سیاره KMC رسید. اون این سیاره رو خیلی دوست داشت و حتی عکسای بعدی کتاب که همشون در مورد ستاره ها و حتی موجودات فضایی بودن رو خیلی با دقت نگاه میکرد و اونا رو توی ذهن خودش هی مرور میکرد. همیشه با دوستای فضایی که داخل ذهنش و داخل کتابهاش بودن ارتباط خیلی خوبی داشت و اونا باعث میشدن که فرانک خوشحال بشه. اما رویای حیات روز به روز داشت داخل ذهن فرانک بزرگتر و بزرگتر میشد و اون هی با خودش فکر میکرد که چی کار میتونه بکنه که این موضوع رو بتونه هرچه زودتر بفهمه که آیا اونها هستن یا نه. برای فهمیدن این موضوع اون تصمیم گرفت که داخل رشته‌ای درس بخونه که این رشته بتونه به اون کمک کنه. پس اون رشته اختر فیزیک رو انتخاب کرد و داخل اون سخت تلاش کرد تا بتونه که این موجودات رو پیدا کنه. حالا زمان داشت بیشتر و بیشتر میگذشت و فرانک داشت روز به روز بزرگتر میشد تا اینکه آوازه فرانک همه جا پیچیده بود و همه اونو میشناختن. یه روز با خودش تصمیم گرفت که برای پژوهشی آماده بشه. اون با خودش گفتش که من میخوام 2 ستاره‌ای که فکر میکنم داخل اونها حیات وجود دارن رو بررسی کنم. خب پس باید چی کار کنم؟ اول باید یک تلسکوپ داشته باشم، اما برای داشتن تلسکوپ اون باید یک رصدخونه رو برای خودش به مدت چند وقت که میخواد پژوهش انجام بده رو بگیر. برای این کار رفت با آکادمی ملی علوم صحبت کرد و تونست که رصدخونه گرین بنک رو برای چند ماه در دست داشته باشه. اون اومد داخل رصدخونه و شروع کرد به پژوهش. سر رادیو تلسکوپ رو به سمت 2 ستاره‌ای که فکر میکرد داخل اونها حیات وجود داره نشونه گرفت. البته اینو باید بگم که فرانک دریک تنها کسی بود که تو اون زمان فکر میکرد که اطراف این ستاره ها سیاراتی وجود داره که داخل اون سیارات تمدن هوشمند وجود داره. پس به خاطر همین سر تلسکوپ رو به سمت این 2 ستاره نشونه گرفت و سخت مشغول فهمیدن و پژوهش در مورد این 2 ستاره شد. یادداشتاشو هر روز مینوشت و اونا رو کنار همدیگه قرار میداد. اونا رو میچسبوند به تخته و از دور به اونا نگاه میکرد و میگفت خب پس چیزی دیگه ای نمونده. احتمالاً حتما داخل این سیاره هایی که دارم بهشون نگاه میکنم حیات وجود داره. الان حدوداً 2 ماه خورده گذشته و فرانک نتونسته که سیگنالی از طرف اون 2 ستاره دریافت کنه. اون شروع کرد دوباره یادداشتاشو چک کرد که بتونه از اونا چیزی رو دریافت کنه، اما داخل یادداشت‌ها و چیزایی که نوشته بود هم نتونست که مطلبی رو پیدا کنه
از این موضوع خیلی عصبانی شد. دفترچه یادداشتش رو برداشت و یکی از برگه‌های اون رو کند و مچاله کرد و انداخت اون طرف و رفت سمت تخت سیاه. اما یه دفعه از گوشه تخت سیاه یه چیزی رو دید. ناگهان یه چیز خیلی عجیب داخل ذهن دریک اومد. اون سری بدو کرد رفت سمت میز خودش و برگه رو برداشت و شروع کرد به نوشتن یه سری از حروف. و سرشو گرفت بالا و گفت خودشه، این جواب تمام سوالاییه که من تا الان دنبالش بودم. این فرمول میتونه همه چی رو به صورت آشکار توضیح بده. باید سریعتر یه جلسه ای رو تشکیل بدم و برای دانشمندا چیزی که پیدا کردم و موضوعات تحقیقاتم رو هر چه زودتر توضیح بدم. پس برای این منظور فرانک با رئیس آکادمی ملی علوم صحبت کرد و از اونا خواست که یه جلسه ای رو با کل دانشمندایی که اون دوست داره به جلسه دعوت کنه برگزار کنن. سالن داشت کم کم پر میشد. صدای همه داخل سالن پر بود. کلی از افراد مشهور اومده بودن داخل سالن. دانشمندای بزرگی که اسم اونا در تاریخ بعداً به صورت اسطوره باقی میمونه. اون آروم آروم اومد جلوی تریبون و با دستش چند تا ضربه کوچیک روی میکروفون زد و گفت دوستان و آشنایان، دانشمندان بزرگ، خیلی خوشحالم که به این جلسه اومدید. امروز میخوام در مورد چیزی صحبت کنم که جهان رو در شگفتی فرو میبره. نتایج تحقیقات من یک چیز عجیب رو به من نشون داد. اون چند قدمی اومد عقب و آروم آروم رفت سمت تخته. همه افرادی که داخل سالن بودن چشماشون رو به اون دوختن و منتظر بودن که ببینن اون چه حرکتی میخواد انجام بده. فرانک رفت پای تخته و گچی بزرگی رو برداشت و شروع کرد به نوشتن کلمات و حروف جادویی. آروم گچ رو گذاشت کنار تخته و چند قدم برگشت عقب و گفت چیزی که میبینید جواب تمام سوالاتی هستش که در ذهن بشر وجود دارد. آیا حیات وجود دارد؟ این فرمول به شما جواب این سوال رو خواهد داد. افرادی که توی سالن بودن شروع کردن با همدیگه آروم صحبت کردن و به تخته نگاه میکردن و نمیتونستن بفهمن که این فرمول چیه. آیا واقعا جواب تمام سوالات رو این فرمول میتونه بده؟ سوالاتی که در مورد حیات و هوشمند و موجودات فضایی هستش. فرانک دریک شروع کرد به توضیح دادن این فرمول و گفت چیزی که میبینید شامل چندین متغیره. اگر این متغیرها رو در جای خودش داخل فرمول قرار بدیم به ما جوابی میده که میتونیم توسط اون جواب چیز رو بفهمیم که در طول این سالها و در طول تاریخ به اون فکر میکردیم. n مساویه با r ضرب در fp ضرب در ne ضرب در fl ضرب در fi ضرب در fc ضرب در l. این حروف جادو میکنه، اما n در این فرمول نشانگر تعداد تمدن‌های قابل شناسایی در کهکشان راه شیری. R نرخ تولد ستارگان، FP بخشی از ستاره‌ها که میزبان سیارات هستند، NE تعداد سیارات قابل سکون در هر منظومه سیاره‌ای، FL بخشی از سیاره‌ها که روی آنها حیات تکامل پیدا می‌کند، FI بخشی از حیات که هوشمند می‌شود، FC بخشی از حیات هوشمند که به تکنولوژی‌های ارتباطی دست پیدا می‌کند و اما مرموزترین متغیر این معادله L میانگین زمانی که تمدن‌ها قابل شناسایی هست. یکی از میون جمعیت بلند شد و گفت آقای دریک، با این فرمول ما چند تمدن و هوشمند داخل کهکشان شیری خواهیم داشت؟ دریک لحظه ای مکث کرد و گفت اگه تمام متغیرها رو به شکل صحیح در فرمول قرار بدهیم امکانش هست از 1 تا 1 میلیارد تمدن و هوشمند داخل کهکشان راه شیری داشته باشیم. خیلی از افراد داخل سالن از این فرمول یادداشت برداری کردن
دریک از گفتن این فرمول و تحقیقاتش خیلی خیلی خوشحال شده بود و انجمن ملی علوم واسه کلی از تلاشای اون از اون تشکر کرد و دانشمندان با اون شروع کردن به صحبت کردن در مورد موضوعات مختلف، از حیات گرفته تا پژوهشاش تا فرمولی که اون کشف کرده بود. فردای بعد از این جلسه این فرمول و این پژوهش‌ها در کل دنیا منفجر شد. همه می‌خواستن بدونن که فرانک چه چیزی کشف کرده و آیا جواب این فرمول میتونه برای ما تا حدودی قابل قبول باشه؟ همه دنبال این موضوع بودن که متغیرهای این فرمول رو بتونن پیدا کنن. اما متغیرهای این فرمول خیلی خیلی پیچیده هستن و در طول زمان این متغیرها هر لحظه در حال تغییر هستن. اما جوابی که این فرمول به ما میده یک استدلال ذهنیه، یک نوع نگرش هستش که امکان وجود حیات هوشمند رو برای ما تا حدودی قابل درک تر میکنه. شاید جواب این فرمول الان نتونیم اون رو به صورت دقیق بدیم، اما این فرمول راه رو برای تحقیق و پژوهش و اینکه وجود دارند یا نه روشن کرد. دمتون گرم که تا اینجا این ویدیو رو تماشا کردین. تا یک ویدیوی اسرارآمیز دیگه بدرود.